گریه‌های جانسوز فرزان اناس برای دوست پسر ایندیش. فرزان اناس چی رابطه‌ای با پسران ایندی داشته است؟ وی در کشور دبی با کی زندگی می کند؟ فرزان اناس چرا دیگر آواز نمی خواند؟ دلیل دوری فرزان اناس از هنر موسیقی چی بوده است؟ فرزانه در کشور دبی از طرف چی کسان حمایت می شود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزان اناس یکی از هنرمندان خوش صدای افغان چهره‌ای شناخته شده در میان جوانان کشور بوده است. فرزانه علاقه‌مندان و طرفداران فراوان هنریش در سرتاسر افغانستان بیشمار بوده است. فرزانه همیشه توسط مردم افغانستان حمایت می‌شد. وی در سن نوجوانی می‌خواست دختر سینمای افغانستان شود، ولی در سینمای افغانستان موفق نشد. وی به کشور پاکستان رفت و چندین آهنگ پشتویی سرود که مورد حمایت و تشویق فراوانی قرار گرفت. صدای فرزان اناس صدای کاملا طبیعی و خاص بوده است. فرزان اناس بعد از آن که به کشور دبی و هندوستان سفرهایی داشت، کاملا از راه هنر موسیقی دوری گزید. فرزان اناس در رابطه عاشقانه با یکی از پسران هندی در کشور دبی بوده است. دوست پسر فرزان اناس به دلیل نامعلوم در شفاخانه بستری است و فرزان اناس در تمامی صفحات مجازیش برای دوست پسرش میگیرید و از دوستداران و طرفدارانش طلب دعا و نیایش کرده است. فرزانه در کشور دبی معلوم نیست از طرف چی کسی حمایت می شود و یگانه راه درآمد فرزان اناس صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک بوده است. ولی هر کس خودش میداند طرز زندگی و طرز فکرش. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای فرزان اناس از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درودی دیگر، شما خوبان را به الله منان سپرده. موفق کامیاب باشید.